در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه ثابت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان شبهای آن را با نماز شب زنده داری کند، یعنی در شبهای ماه مبارک رمضان اگر نماز گذارد، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناههای ما تقدم او بخشیده می شود. در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی اگر شبهای رمضان را با نماز گذراند، نماز تهجد یا نماز تراویح اگر خواند، گناههای او بخشیده می شود. و مراد از کلمه غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهانش بخشیده می شود. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه گفتند که ظاهره یتناول الصغائر والکبائر، ظاهری حدیث گناههای صغیره و کبیره را در بر می گیرد. یعنی کسی شبهای رمضان نماز گذارد، گناههای کبیره و صغیرش هم بخشیده می شود. و بعد از آن گفتند که و به جزم ابن المنذر و به جزم ابن المنذری، و با همین سخن ابن المنذر جزم کرد. یعنی ابن المنذر گفتند که تمام گناه ها بخشیده می شود، یعنی به یگان شک و شبهه، هم کبیره هم صغیره. و قال النووی المعروف انه یختص بالصغائر، امام نووی گفتند که معروف از اصول و قواعد علما این است که گناه های صغیره بخشیده می شود. یعنی این خیلی حدیث ها خاص به گناه صغیره گفته هم، نقل از کتاب فتح الباری. و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی شبهای رمضان از روی ایمان و احتساب نماز گذارد، گناههای او بخشیده می شود. کدام نماز؟ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری گفتند که و ذکر النووی ان المراد بقیام رمضان صلاه التراویح، و امام نووی ذکر کردند که مقصد از قیام رمضان نماز تراویح است، به این معنا که یعنی انه یحصل بها المطلوب من القیام. اگر کسی نماز تراویح خواند، مقصود از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم حاصل میشد. یعنی کسی شبهای رمضان قام، یعنی از جاش خسته نماز خواند، گناهاش بخشیده میشه. اگر تراویح خواند به همین حدیث موافقت میکند، یعنی کسی که نماز تراویح خواند گناهاش بخشیده میشه. لا ان قیام رمضان لا یکون الا بها، نه اینکه قیام رمضان محض و فقط با تراویح میشود، نه، بلکه گفتن که تراویح به همین مقصد جوابگو گفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شب‌های رمضان کسی نماز خواند گناهش بخشیده میشه. امام نووی میگه کسی اگر تراویح خواند همین مقصد به جا میاد، یعنی گناهش بخشیده میشه، نه اینکه باید تراویح خواند و نه غیر. نه یک آدم مثلا تراویح نخواند و نماز تهجد خواند، بعد خفتن خواب کرد، مثلا 2 ساعت 3 ساعت خواب کرد و بعد خسته نماز تهجد خواند، او هم از جمله همین حدیث شامل میشه. یعنی شب‌های رمضان نماز خواند است، به این شامل میشه. تراویح، مقصد از کلمه تراویح اصلا این اسمی جلسه هست، نامی نشست. نامی نشست وقتی که صحابگان کرام 4 رکعت نماز تراویح میخواندن، 2 جمع 2، یعنی 2 مراتبه 2 رکعت نماز تراویح میخواندن، 4 رکعت که شد استراحت میکردن. و سبب استراحت این که نمازشون طولانی بود، نماز نهایت طولانی بود، بنابراین بعد 4 رکعت کمتر استراحت میکردن. انا همین استراحت را تراویح نامیده شده است. بین هر یک 4 رکعت کمتر استراحت میکردن و بعد از آن نماز را دوام میدادن. بنابراین تراویح همین گونه از نام همون نشست نام گرفته شده است.
اصلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 شب پیامبر صلی الله علیه و سلم برو آمدن در مسجد و خودشان تنها گذار خوانند، اعلان نکردند که نماز جماعت می شود، یعنی بیایید همراه من اقتدا کنید، خیلی گپا نبود. فقط برو آمدن یک خیمه بود. وقتی که اون خیمه راست می ایستادن جسد مبارکشان نمایان می شد. از بیرون دیده می شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خوانده است، اگرچه در داخل خیمه بودن، در داخل مسجد با یک خیمه که تا نصف انسان مثلا سطر میکند داشت. مقصد از این خیمه اینکه کسی آمده خلال نرساند. بعد از آن بعضی انسان ها آمده از پشت خیمه اقتدا کردند و کسی به مسجد وارد میشد آمده اقتدا کردن میگرفت. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به شبها نماز خواندن ترغیب کردند، خاصتا در ماه رمضان. یعنی مردم در خانه هاشان در همه جا میخستند. اونایی که به مسجد آمدن دیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طرف قبله نماز خوانده ایستادن، آمدن و به نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کردند. این شب اول بود. شب دوم مردم زیادتر شد، چون که اینا رفته گفتن که ما این شب همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندیم. مردمی بسیارتر آمدن. شب سوم مردمی باز بسیارتر آمدن. شب چهارم دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نبر آمدن، لیکن از خانهشان دیده میشد داخل مسجد. بعد سحری بامداد گفتن که آن کاری که شما کردیتون به من مخفی نبود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه بودن که مردم بسیار جمع شد شب چهارم، بدون اعلام، بدون خبر کردن، بدون امر، بدون ترغیب به نماز گذاشتن در مسجد. اصلا نماز شب بهترین مکان برای نماز شب این خانه هست. اصلا نماز انسان بهترین نماز در خانه هست، غیر فرض. انسان باید نمازش در خانهش خواند، یعنی از نظر مردم پنهان. غیر فرض، فرض باید در جماعت باشد. و نماز شب، نماز فرض که نیست، اصلا باید در خانه ها باشد. بنابراین دیگه شب چهارم نبر آمدند و گفتن که من ترسیدم که با برای شما فرض نگردد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم 30 شب همگی همراه مردم بر آمده با جماعت نماز خوانند، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتب ترک نکرده بودند، گفته مردم این را برای خود فرض میگیرد و فرض که شد وزنین میشه. کسی که اگر اجرا نکرد گناهکار میشه. برای مشقت نشدن به امتشان دیگه نبار آمدن، در خانه دوام بودن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در زمان ابوبکر هم همین خیل بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، یعنی در طول حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تراویح به این شکلی که حاضر ما میخوانیم نبود. 3 شب اول شد، اینم نه به این شکل. بعد از آن در زمان ابوبکر همین خیل دوام کرد. اما در خلافت حضرت عمر سال 14 هجرت بود. حضرت عمر آنها را به یک امام جمع کردند. شب بر آمدن به مسجد بعد نماز خفتن که در پشت یک ستون 2-3 نفر جماعت شده خوانده ایستادند، در ستون دیگری 5-6 نفر، در بعضی جاها آدم ها تنها گذار میخوان، در بعضی دیگر با 7-8 نفر دیگر جماعت داشتن. بعد گفتن که چخیل میشود که اگر اینها رو به یک امام جمع کنیم، یعنی یک آدم امام شود و همه به یک کس اقتدا کنند، چخیلی که در زمان ما حاضر است. بعد از آن سال 14 هجری مردم رو به یک امام جمع کردن و امام رو ابی بن کعب را تعیین کردن تا اینکه به مردم امامتی کند. و برای چی حضرت ابی را انتخاب کردن؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله فان كانوا فی القراءه سواء فاعلمهم بالسنه. و مردم امامتی میکند حافظترین آنها به کتاب الله تعالی، قاری ترین آنها به کتاب الله تعالی، یعنی قاری ترین آنها به قرآن امامتی میکنند. اگر در علم قرآن آنها به همدیگر برابر باشند، پس داناترین آنها به سنت، آن آدمی که حدیث و احکام فقهی را میداند او امامتی میکند. و حضرت ابی بن کعب خیلی که حضرت انس روایت میکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و اقرأهم لکتاب الله ابی بن کعب، قاری ترین صحابگان من ابی بن کعب است.
ابی ابن کعب به کتاب الله تعالی قاری ترین آنها از روایت ترمذی و گفتند که حدیث حسن صحیح. امام ترمذی گفتند این حدیث حسن و صحیح است و شعیب ارنوط هم گفتند که اسناده علی شرط الشیخین، اسناد این حدیث طبق شرط شیخین و این حدیث در مسند امام احمد و اینچنین در مستدرک حاکم به صحیح بخاری و مسلم آمده است. حدیث صحیح است. گفتند که قاری ترین مردم به کتاب الله تعالی ابی بن کعب است. بنابراین حضرت عمر ابی را امام نماز تراویح اعلام کردند و زمانی که حضرت عمر ابی را تعیین کردند اون وقت 20 رکعت نماز تراویح می‌خواندند. حذیفه رضی الله عنه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بعد من به دو شخصی که بعد من راهبر شما می شود ابوبکر و عمر اقتدا کنید. روایت طبرانی در معجم اوسط و شیخ ناصرالدین حدیث را گفتن صحیح است و اینچنین در حدیث ترمذی با سند صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ و تمسکوا بها. بعد وفات من شما سنت مرا گیرید و اینچنین سنتی خلفای راشدین را گیرید، یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین را خلفاهای راشدین هستند. اینا در راه راست هستند، جای نشین های پیامبر صلی الله علیه و سلم، آنها هدایت یافتگان هستند. عضوا علیها بالنواجذ، سنت اینها را با دندانهای اشک بگزید. تمسکوا بها، مستحکم سنت اینها را عمل کنید. و نماز تراویح اصلا اصل شرعی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند و خودشان برآمده 3 شب خواندند، باقی مانده در خانه خواندند و حضرت عمر به این شکل جماعوی تشکیل کردند و اگرچه این سنت حضرت عمر باشدند پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را امر کردند که سنت صحابگان کرام خاصتا 4 خلفای راشدین و خاصتا 2 آنها را ابوبکر و عمر را با دندان اشک بگزیم. و اینچنین صحابه ها با همراهی عمر اجماع کردند. یگان صحابه نگفت که عمر برای چی تو نماز تراویح رو به این شکل جمع آوری کردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکرده بودن، نگفت. یا نگفت که برای چی 20 رکعت میخوانیم، نگفت. و این اجماع صحابه ها حساب می شود.